یه روز چشات رو وا کنی میبینی من تمام شدم، میبینی جام چه خالیه یا رفتم به خودم. سلام به همتون رفقا. برنامه امروز اینه. میخوایم درباره زندگی، فعالیت‌ها، چالش‌ها و حاشیه‌های شادمهر عقیلی صحبت کنیم. یکی از چهره‌های مطرح موسیقی پاپ ایران. شادمهری که یه ایران دوستش دارن ولی با اشتباهاتش از جایگاهش در دل مردم داره دور میشه. و در آخر هم درباره جدیدترین اثرش بگیم که تا دلت بخواد هیت گرفته، ولی نظر خودش بر اینه که باید برای این نسل هم شاد بخونه. شادمهر عقیلی در 7 بهمن 1351 در تهران به دنیا آمد. در یک خانواده 6 نفره بزرگ شد. 3 برادر به نامهای حمید، محمد تقی، محمد علی و یک خواهر به نام پروین داره. پدرش در زمان جوانی فوت کرد و در دوران کودکی شادمهر یکی از برادرانش در حین خدمت سربازی در زلزله رودبار جان خودش را از دست داد. مادر شادمهر بعدها درگذشت و از نظر خانوادگی در حال حاضر فقط خواهرش براش باقی مونده. آخر یه شب این گریه ها سوی چشامو میبره، عطرت داره از بیهنی که جا گذاشتی میپره. از کودکی به موسیقی علاقه داشت. شادمهر میگه وقتی نوجوان بود با نواختن آلات موسیقی برادرانش آشنا شد و کم کم خودش به ساز زدن علاقه‌مند شد. در سن 16 سالگی نواختن پیانو را آغاز کرد. سپس وارد هنرستان موسیقی شد و سازهایی مثل ترومپت، ویولون و سنتور رو آموخت. گفته شده که بعضی از ابزارها رو هم به صورت خودآموز یاد گرفته، یعنی نه تحت آموزش معلم بلکه با تمرین و شنیدن آثار مختلف. در اوایل فعالیتش شادمهر به کار ساخت قطعات بی کلام پرداخت و در صدا و سیما هم فعالیت داشت. یکی از اولین آلبوم‌هاش بهار من بود که قطعاتی بی کلام داشت. در ادامه آلبوم‌هایی مثل فصل آشنایی، مسافر، دهاتی و غیره منتشر کرد. آلبوم دهاتی یکی از نقاط عطف کارنامه شادمهره. بعضیا میگن جز پرفروش‌ترین آلبوم‌ها بعد از انقلاب به شمار میاد. شادمهر از ایران مهاجرت کرد. اول به کانادا و بعدش به ایالات متحده آمریکا رفت و از اونجا فعالیت هنریش رو ادامه داد. بعد از مهاجرت آلبوم‌هایی مثل خیالی نیست، آدم فروش، کاپکورن، تقدیر، طرفدار، تجربه کن، تصویر و غیره رو منتشر کرد. شادمهر در کنار خوانندگی در زمینه آهنگسازی، تنظیم، نواختن سازها، ترانه‌سرایی و تولید موسیقی هم فعالیت کرده. همچنین چند تجربه بازیگری هم داشته. مثلا در فیلم پر پرواز نقش آفرینی کرده و در فیلم شب برهنه هم حضور داشته. روبرو شب و سیاهی بی کسی پشت سرم. مضامین ترانه‌های شادمهر اغلب عاشقانه، احساساتی، گاهی اندوهبار و در بعضی موارد اجتماعی هستند. برای مثال ترانه‌هایی مثل اعتراف، یه روزی میای، بارون دلم خواست و غیره در بین هواداراش خیلی محبوب هستند. گفتی خیالت رو راحت، هر جا که باشی میام سایه به سایت، منم بش کردم عادت. الان چند وقته که دوری، رفتی از پیشم به هم گفتی که مجبوری، مثل من کی میشه واسه.
یکی از موضوعات جدی که در سالهای اخیر به کرات در فضای عمومی مطرح شده، پلی بک خوندن شادمهر در کنسرت هاست. یعنی اینکه به جای اجرای کامل زنده صدای ضبط شده پخش میشه و شادمهر لب‌زنی میکنه. مثلا در کنسرت شهر دالاس بعد از چند قطعه عده‌ای از تماشاگران به صدای کم سالن و پلی بک خوندن اعتراض کردند و شادمهر برای مدتی صحنه را ترک کرد. ویدیوهایی منتشر شد که نشون میداد شادمهر با بازگشت به صحنه باز هم پلی بک خوندن رو ادامه داد. در کنسرت آنتالیا هم گفته شده که روش قطع و وصل کردن پلی بک با پدال انجام میشه. یعنی در صحنه شادمهر دکمه‌ای داره که میتونه پلی بک رو قطع یا وصل کنه. همین روش باعث شده که مخاطبا حساس‌تر بشن و موقع قطع یا وصل شدن واکنش نشون بدن. شبم تاریک و سرده دلم بی تو گل من. در کنسرت دیگه‌ای گفته شده که صدای سالن خیلی پایین بوده و در نتیجه مردم عملاً نمیتونستن صدای شادمهر رو خوب بشنون. در بعضی کنسرت‌ها هم شادمهر صحنه رو ترک کرده به دلیل فشار اعتراض‌ها. انتقاد دیگه اینه که وقتی مخاطب برای اجرای زنده پول میده، انتظار داره صدای زنده بشنوه، نه صدایی که از قبل ضبط شده. وقتی پلی بک به صورت آشکار و واضح باشه، این اعتماد آسیب میبینه. در مجموع این حاشیه ها باعث شده که بعضی هواداران شادمهر منتقد بشن و از اون بخوان که بیشتر به اجرای زنده تکیه کنه و شفافتر باشه. از این حرفم چندان راضی نیستم چون طرفدار شادمهرم، ولی بعضیا باید تو اوج خدافزی کنن و اجازه بدن خاطراتشون جاودان بشه، ولی شادمهر اصرار به موندن داره. آهنگ جدیدش به اسم ممنون رو شنیدین؟ شادمهر عقیلی با انتشار یک موزیک ویدیو در صفحه شخصی اینستاگرامش از جدیدترین آهنگ خود با نام ممنون خبر داد. اما شاید چیزی که بیشتر از خود آهنگ مورد توجه قرار گرفت مربوط به نظرات کاربران و هواداران شادمهر در اینستاگرام و ایکس میشد که به جرئت میشه گفت عمده بازخوردها منفی بوده. نظر شخصی من اینه اگه شادمهر بخواد محبوبیت و اعتبارش رو حفظ کنه، مهمه که کیفیت ضبط، صدا برداری، اجرای زنده و صداقت با مخاطبینش رو در اولویت قرار بده. وقتی یه اثر جدید منتشر میکنه، مخاطب انتظار داره نه فقط موسیقی خوب، بلکه اجرای زنده یا روی صحنه اجرای واقعی رو هم تجربه کنه. به اجراهای شادمهر از 1 تا 10 چه نمره‌ای میدین؟ به کنسرتاش چند؟ اگه از ویدیو لذت بردید لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای جنجالی بعدی رو از دست ندید.